ما به عنوان یک گروه صنعتی بزرگ همواره تلاش کردیم نسبت به ارزش‌های بنیادی جامعه ارج بنهیم، نسبت به آن مسئولیت پذیر باشیم. ما با تغییر در طراحی، در تولید همواره تلاش کردیم مصرف سوخت و مواد خام و انرژی را در حد معقول بهینه بکنیم تا سهم بسزایی در توسعه پایدار جامعه داشته باشیم. خیلی موقع پیش میاد برای ما که مشتری میاد با یه موضوع بغرنجی از نظر بحث مصرف انرژی، هزینه‌های سرویس نگهداری. من یادم یکی از مشتریمون یکی از معضلاتش بحث مصرف انرژی توی کارخونه‌اش بود که تقریباً 25% مصرف انرژی کارخونه‌اش رو داشت کمپرسورهای هوای فشرده‌اش مصرف. با سولوشنی که به اتفاق خود مشتری به جمع‌بندی رسیدیم تونستیم در واقع مصرف انرژی 30% بیاریم پایین‌تر. اون آلندگی‌هایی که به خاطر مصارف کمپرسورهای قدیمیشون داشتن استفاده می‌کردن به طب خیلی اومد پایین. خب توسعه پایدار یعنی این. تعهد به مسئولیت پذیری در هوایار وجود داره. این نگاه از مدیریت ارشد سازمان و تمام پرسنل حتی پرسنل خطوط تولید منتقل شد. محصولی که ما تولید می‌کنیم همش نگاهمون به این هستش که کمترین میزان آسیب به محیط زیست رو داشته باشه و رفاه اجتماعی در حوزه محیط زیست رو بالا ببره.